آیا میدونستید یک افسانه قدیمی وجود دارد که میگن روح مادری هنوز هم شبها کنار رودخانه ها گریه میکنه. آنها او را لالورونا می‌نامند، زن گریه میکنه. قرنها پیش زنی زیبا عاشق مردی ثروتمند شد. اما روزی اون مرد اونو به خاطر شخص دیگه ای ترک کرد. او که از شدت دلشکستگی و خشم نابینا شده بود، فرزندان خود رو در رودخانه غرق کرد. اما خیلی دیر متوجه شد که چه کاری انجام داده است. او که بر غم و اندوه غلبه کرده بود، خود را در همان آبها انداخت. اما روحش هرگز آرامش نیافت. از آن شب مردم محلی میگویند که فریادهای او هنوز در رودخانه ها طنین انداز است. صدایی فراموش نشدنی که در تاریکی زمزمه میکند: فرزندانم کجایی؟ میگن اگه ناله لالورونا را از نزدیک بشنوید، اون داره شما را تماشا میکنه. اما اگه صداشو از دور بشنوید، ممکنه خیلی دیر شده باشه.